السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز هم که باشد بهر شما دعای را پیشکش میکنم. دعا در بیان لباس نو انسان وقتی که میپوشد، لباس نو خریداری که میکند، این دعا را حتمی چکا کنید؟ بخونید. دعا چنین است: الحمدلله الذی کسانی هذا و رزقنیه من غیر حول منی ولا قوتی. باز تکرار میکنم: الحمدلله الذی کسانی هذا و رزقنیه من غیر حول منی ولا قوتی. این دعاست. معنی دعا چنین است: حمد ستایش آن پروردگاری رو که این لباس نو رو بر من چکا کرد، این لباس بر من نصیب گردانید، من غیر حول ولا قوتی، که غیر مشقت محنت خداوند این لباس بر من چکا کرد، نصیب روزی گردانید. مقصد دعا این است که در یک حدیث دیگه پیغمبر میگوید که شما خورد بده من شما را کلان کردم. الله میگه شما گرسنه بده من شما را طعام دادم. میگه شما برهنه بده من بر شما لباس دادم. اگر الله مهربان بر ما رزق روزی که نده، ما از کجا لباس خریدن میتونیم؟ نمیتونیم. همه این نعمت که الله کی داد، وقتی که ما چکو میکنیم لباس نو رو که پوشیدنی میشیم، حتمی این دعا را که بخونیم، الله متعال در همون لباس نوی ما چکو میکنه؟ برکت میده. همه چیز دنیا نعمت اینه که الله اگر از دنبالش برکت نده، ما از اون لباس برکت نمیگیریم. بعضی انسانی هست که میگه من هم لباس خریدم از همین لباس برکت نیافتم. وقتی که همین دعاها را استفاده که بریم، ان شاء الله از همون لباس نو ما چکو میکنیم؟ برکت پیدا میکنیم. خداوند ما و شما را توفیق بندگی نصیب